چرا شبیه بقیه نیستی؟ پسر فلانی رو دیدی؟ دختر فلانی؟ اصلا تو چرا مثل زنهای بقیه نیستی؟ برو شوهرهای مردم رو ببین. چقدر شده که این جمله ها رو از دیگران شنیدی و قضاوت شدی؟ چقدر حس کردی که به خاطر تفاوتات مورد سرزنش قرار گرفتی؟ حتما درگیر این شدی که این همه ایدئالگری بسته و من از این ایدئالگرایی باید بیرون بیام، باید مثل بقیه بشم. باید با خودت جنگیدی، گفتی چرا باید کپی بقیه بشم؟ من یه نسخه متفاوت دارم، من باید خودم باشم. منم مثل تو درگیر همین حواشی شدم، درگیر این سیاه‌چاله های تاریکی که به خاطر افکار جامعه وجود داره که منم باید مثل بقیه باشم توی قالب واحد، مثل همه آدما کپی برابر اصل. اونی که تو مدرسه بهم میگن همین بوده، اونی که تو خانواده بهم میگن همین بوده، اونی که جامعه داره بهم القا میکنه همین بوده. اما بعدم فهمیدم هر کی نسخه خودشو داره، هر کی یه جوری به کمال میرسه. کمال آدم ها بر اساس توانایی ها و قابلیت های خودشونه و تلاش کردم که خودم رو اول پیدا کنم، قالبی که درش میتونم قرار بگیرم. خب خیلی جاها تلاش کردم آدم ها رو ببینم، بشناسم، بشنوم و بعدا متوجه شدم که اتفاقا همین ویژگی منه که میتونه من رو به یه کوچ تبدیل کنه. کسی که بتونه با آدم ها همدردی کنه، اونا رو درک کنه، شرایط مختلف اونا رو بفهمه و بعد به اونا کمک کنه که خودشون رو پیدا کنن از درون خودشون، نه از بیرون. اگه تو هم دنبال این هستی که نسخه اصلی خودتو پیدا کنی و بهترین خودت باشی، نه اون چیزی که جامعه میگن، آدما میگن، مدرسه میگه و دیگران، با من همراه